به شکل موجود دوپا یا اریکت بایپدال به هر حال شکل گرفت بدنش و ایستادنش، اسکلتش. یه تغییرات عمده‌ای در بدن انسان به وجود اومد، مخصوصا در ستون فقرات. همونطور که میدونه ستون فقرات در موجودات چهارپا یه شکل خاصی داره که حالا ما بخوایم مثلا بیشتر شبیه تر به انسان باشه، میمون رو میتونیم مثال بزنیم. در میمون اگه شما تجسم بکنین یا تصور بکنین یا دیده باشین، ستون فقرات به شکل اس هست، به شکل سی هستش، سی انگلیسی که حالت خمیده داره. وقتی که انسان به شکل قائم وامیسته، اجباراً باعث تغییراتی در ستون فقرات اتفاق بیفته. این تغییرات چجوری هستش؟ تغییرات اینجوریه که ستون فقرات از حالت سی تبدیل میشه به حالت اس. اس یعنی چی؟ اس یعنی این که بایستی حتما یه تغییراتی در ستون فقرات پیش بیاد که بتونه این شکل ایستایی یا حالت قائم رو به انسان بده. این انحناهای طبیعی که بایستی ایجاد بشن در ناحیه گردن به شکل لوردوز هستش یا خم شدگی، انحنا به سمت عقب هست. در ناحیه پشت انحنا به سمت قدام هست، میگیم کایفوز. در ناحیه لومبار یا کمر به شکل باز هم لوردوزه و نهایتاً در استخوان خاجی یا استخوان ساکروم به شکل انحنا به سمت قدام هستش یا کایفوز. خب اینا چه هدفی رو دنبال میکنن؟ میدونین که وقتی که انسان سرپا میسته دو تا هدف عمده رو دنبال میکنه که این وظیفه به عهده ستون فقراته. یک وظیفه عمده قائم نگه داشتن یا عرض کنم خدمتتون که آپرایت پوستر بدن با حداقل انرژی. یعنی انسان وقتی سرپا میسته نباید انرژی زیادی برای ایستادنش صرف بکنه. این به چه بهاییه؟ به بهای انحناهای نرمالی که توی ستون فقرات ایجاد شده و یعنی وجود داره. و هدف بعدی چیه؟ به شکل هوریزونتال گیزه. انسان باید با حداقل انرژی سرپا بیسته و دید افقی داشته باشه. اگه دید افقیش به هم بریزه مطمئناً مشکلات خیلی زیادی ایجاد میشه. ما در ناهنجاری‌های مختلف میبینیم که فرد که گیز افقیش به هم خورده یا دید افقیش به هم خورده، انواع مشکلات در اسکلتش به وجود میاد. برای چی؟ برای دید، برای اون حفظ دیدش. شما فرض بفرمایید فردی که گوش پشت باشه یا کمرش خمیده باشه، برای اینکه دید افقی داشته باشه باید گردنش رو خیلی بالا بیاره تا بتونه افق رو ببینه. در نتیجه به طور جبرانی یه لوردوز بسیار شدیدی به گردنش تحمیل میشه. پس بنابراین دو تا هدف عمده از ما انحناهای نرمالی که توی ستون فقرات هستش دنبال میکنیم. یکی ایستادن با حداقل انرژی و دوم چی؟ حفظ گیز افقی. و اما این از به زور الاینمنت، ساجیتال الاینمنت یا کورونال الاینمنت فرق نمیکنه. این ایستادن با حداقل انرژی به طور نرمال باید در پلن‌های مختلف باشه. ما نمیتونیم بگیم ما فقط قوز نداشته باشیم، ما فقط کایفوز نداشته باشیم، یعنی غیر عادی منظورم. ما حتما در پلن‌های مختلف این نرمال بودن انحناها بایستی حفظ بشه. یعنی هم ساجیتالی، هم کورونالی و هم چی؟ آگزیالی، همه چی بایستی در پلن‌های مختلف حفظ بشه که ما بتونیم یک عرض کنم خدمتتون ایستایی و عرض کنم خدمتتون که الاینمنت یک پوستر نرمال رو داشته باشیم. شما یه لحظه توی این تصویر اگه دقت بکنید میبینین که مرکز ثقل بدن خیلی مهمه. ما میگیم لاین اف گراویتی. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی انسان سرپا وامیسته حتما بایستی اون خط عمودی که از
بالا، یعنی از همونطور که میبینین از بالا، از سرش، از کرانیومش رسم میکنیم، باید به انکلش، به قوزک پاش باید وارد بشه، اون متصل بشه که بتونه اون حالت نرمال و یا ایستادن نرمال رو داشته باشه. هر وقت این مرکز ثقل جلوتر خم بشه، ایستادن انسان به هم میخوره، تعادلش به هم میخوره. و از کنم خدمتتون خیلی ساده این خط گراویتی رو اگه نگاه بکنین، از پاشنه منتقل شده به جلوی پا و نهایتا میبینین که فرد داره میفته. چقدر مهمه این خطا که ما بتونیم اینا رو داشته باشیم. بنابراین یک پوستر اپرایت و یک ساجیتال الاینمنت چقدر مهمه که ما ستون فقراتمون انحناهای طبیعی داشته باشیم. خب این یه مختصری بود، من خواستم خدمتون توضیح بدم اهمیت موضوع رو و اما ببینیم که آیا اصلا چه اتفاقی میفته ناهنجاری پیش میاد. ناهنجاری منشأش از کجاست؟ آیا قبل از تولده، از اتفاقاتی که موقع تولد پیش میاد، یا بعد از تولد، اکتسابی؟ اینا همشون تقسیم بندی دارن که ما حتما بایستی عللش رو توجه داشته باشیم و بتونیم ریشه یابی بکنیم و درمان بکنیم. یه عده از ناهنجاری هستن، ناهنجاری های مادرزادی هستن. یعنی چی؟ یعنی که زمانی که جنین تشکیل میشه اصلا اختلال ژنی شاید پیش بیاد، بعد اون مراحل تشکیل ستون فقرات دچار اختلال بشه. یعنی در مرحله فرمیشن، در مرحله پرولیفریشن، در مرحله سگمنتیشن ستون فقرات دچار مشکل میشه. خب اینا همشون میتونن بعد از تولد به شکل ناهنجاری ظاهر بشن و ما رو یا خانواده رو دچار، یا فرد رو دچار، خدای نکرده، مشکلات عدیده بکنن که زندگی با یک ناهنجاری خیلی سخت خواهد بود. از هر کدوم اگه من بخوام مثال بزنم، مثلا در اختلال در فرمیشن هستش، یه بافتی تشکیل نشه، یه قسمت مهره تشکیل نشه، خب فرد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که یا اصلا تشکیل میشه به شکل آپلازیه، یا ناقص تشکیل میشه به شکل هایپوپلازیه، یا اینکه چی؟ تشکیل میشه ولی ناهنجار هستش، بد شکله. از اینها مثلا آکوندروپلازی هستش، اصلا میبینی که یه قسمت مهره میره داخل جمجمه به شکل بازیلر اینواژینیشن خودشون نشون میده. یا اینکه در سگمنتیشن مهره تشکیل میشه، مراکز رشد داره. میدونید تو هر مهره ما مراکز رشد داریم. یک طرف از نسبت به طرف دیگه اگه کمتر یا بیشتر رشد بکنه، اون تعادل تشکیل به هم میخوره. به شکل همی ورتبرا یا باترفلای ورتبرا یه اشکال عجق وجق یا غیر عادی در ستون فقرات ایجاد میشه که ما میبینیم فرد اومده کاملا یک طرفه است، یا یک طرف مهره تشکیل شده یا تشکیل نشده. بعد یا مهره ها مثلا در سندروم کلیپل فایل چسبیده به هم هستن که اینا البته بسته به شدتشون از خفیف تا شدید میتونن باعث ناهنجاری های مختلف بشن. بعد از کنم خدمتون از سندروم های دیگه یا بیماری های دیگه که به شکل مادرزادی هستن، سندروم تیترد کورد هست که از کنم خدمتون دیاستوماتومیلیا هستش که اینا خیلی لیست بلند بالایی دارن که اینجا من فکر نمی کنم که در حوصله شما بگنجه. بعدش یه عده ناهنجاری هستن که البته من در ادامه بحث اینا رو مثال میزنم باز خدمتون. ناهنجاری اکتسابی هستن، بعداً به وجود میان در اثر علل مختلف. مثلا چی؟ مثلا بیماری های التهابی، تومورها، تروماها، یا اختلالات تغذیه‌ای که به شکل استئوپروزیس، استئومالژیا، میتونه همه اینا باعث چی بشن؟ ایجاد ناهنجاری بکنن. بچه این عوض نمیکنه آیه
خب در مورد علل ایجاد ناهنجاری ها، علل ژنتیکی رو به هر حال نقص ژنی رو مختصر گفتم، باز هم در ادامه بحث خواهم گفت. از جمله علل اختلالات عصبی عضلانی هستش که به شکل نوروماسکولار مثل بیماری CP هستش، یا از کنم دیستروفی های عضلانی. اینا همشون میتونن باعث اختلال تشکیل یا تغییر شکل در ستون فقرات بشن. انواع تومورهای اسکلتی فرق نمیکنه. البته تومور میتونه هر قسمت ستون فقرات رو درگیر بکنه، میتونه استخوان‌ها رو درگیر بکنه که لیست بلند بالایی داره. تومورهای استخوانی مثل تومورهای ABC یا انویسمال بون سیست هستش، یا تومورهای جاینت سل تومور، استوما، استوئید استوما. انواع مختلفی دارن که هر توموری که ستون فقرات یا ستون مهره ها رو درگیر بکنه باعث تغییر شکل در شکل ستون مهره ها میشه. خیلی جالب خدمتتون بگم که بنده خودم شخصا کیس هایی داشتم که میبینین که یک نوجوان 12 13 14 حالا دو سنین نوجوانی مراجعه میکنه به مطب، والدین اظهار میکنن که آقای دکتر ایشون الان چند ماهیه نمیتونه راست وایسته، مجبور خودش رو خم بکنه به یک طرف یا به جلو تا بتونه راه بره یا بتونه استراحت بکنه. خیلی جالبه که یک تومور استخوانی خوشخیم به نام استوئید استوما یا از کنم خدمتتون استوما، این تومور باعث التهاب شده در پایه یکی از مهره ها و این تومور باعث شده که فرد کاملا خم بشه به یک طرف که با درمان خیلی راحت دارویی این وضعیت ستون فقراتش اصلاح شد و برگشت به زندگی نرمالش. بنابراین یک تومور خیلی لازم نیست هم حتما بدخیم باشه، ولی تومور خوشخیم هم میتونه باعث ناهنجاری در شکل ستون مهره ها بشه. اما تومور میتونه از جاهای مختلف به ستون مهره ها دست اندازی بکنه یا متاستاز بده که متاستاز در سنین بالاتر خیلی شایع تره. مثلا در افراد مسن، آقایون تومورهای پروستات خیلی متاستاز میکنن، یا در خانم‌ها تومورهای برست متاستاز میدن به ستون فقرات، مخصوصا در ناحیه توراسیک، و میتونه باعث اشکالاتی در شکل ستون فقرات بشه، باعث انحراف بشه. بعدش یا تومورهایی که در خود نخاع باشن. میدونید تومورهای خود نخاع مثلا حتی تومورهای خوشخیم، مننژیوما، نورینوما یا نوروفیبروما میتونن باعث درگیری ستون فقرات و نهایتا ناهنجاری در ستون فقرات بشن. تومورهای خود داخل اینترامدولاری نخاع هستن که اونام به هر حال انواع اقسام دارن. اینجا اگه بخوام یکی یکی اینا رو باز بکنیم احتمالاً بحث خیلی طول میکشه. از آسیب‌های تروماتیک ضربه ها هستن، انواع تصادفات. متاسفانه در عصر امروز تصادفات خیلی شیوع بالایی داره با توجه به زندگی ماشینی و باعث آسیب‌های مختلفی میشه که ما در اورژانس هامون میبینیم. فرد میاد با شکستگی مهره، با آسیب نخاعی و با انواع معلولیت ها که اینا میتونن باعث درگیری ستون فقرات بشن. یک ترمی هست به نام وضعیت بدنی نامناسب. میدونید که ما تو نوجوانان مخصوصاً یا در زندگی به هر حال کارمندی آدم اون پوزیشنی که به خودش میگیره میتونه اگه مکرر باشه، به مدت طولانی باشه، میتونه باعث ضعف عضلانی قسمتی از بدن و باعث ایجاد ناهنجاری در ستون فقرات بشه. از بیماری‌های التهابی و عفونی هم اگه بخوام مثال بزنم، بیماری‌های التهابی مثل آرتریت روماتوئید یا اسپوندیلیت انکیلوزان یا انواع اسپوندیلوآرتروپاتی ها میتونن باعث ایجاد ناهنجاری بشن. از بیماری‌های عفونی اونی که خیلی شایع هستش بیماری سله که امروزه خوشبختانه در کشور ما کمتر شده،
ولی ما باز مریض‌هایی رو می‌بینیم که از کردستان عراق مراجعه می‌کنن و با سل مهره دچار کایفوس‌های خیلی شدیدی در ستون فقرات هستن که اینا هم درمانشون باعث برگشت علائم و اصلاح از کنم خدمتتون که بیماری ها میشن، این دفورمیتی ها میشه. از عوامل ژنتیکی از کردم ژن ها دخیلن که این یکی از بیماری هایی که زمینه ژنتیکی میتونه داشته باشه. اگه فرد در بستگانش یا در والدینش اسکولیوز داشته باشه میتونه در نوزاد یا در فرد این بیماری منتقل بشه. البته شایع ترین فرمش ایدیوپاتی که بیشتر از 80% موارد اسکولیوز در مخصوصا در نوجوانان ایدیوپاتیکه و علت شناخته شده 100% مشخص نیست، ولی علل دیگه‌ای میتونه داشته باشه اسکولیوز که به شکل دیژنراتیو میتونه باشه یا نوروماسکولار و یا علل دیگه‌ای که الان در ادامه بحث اشاره خواهم کرد. از علل نوروماسکولار بیماری CP هستش و دیستروفی عضلانی همونطور که اشاره کردم خدمتتون. تومورها رو مختصر گفتم و تروماتیک ها و وضعیت بدنی نامناسب، بیماری های التهابی. اما وقتی که ستون فقرات دچار ناهنجاری بشه چه علائمی رو نشون میده؟ میدونید شاید توی یه زمان من یادم میاد وقتی که ما دانش آموز بودیم زیست شناسی میخوندیم، یه اصطلاحی بود به نام سازش حسی. اون موقع من از دبیر زیست شناسیم پرسیدم که مثلا آقای فلانی این سازش حسی یعنی چی؟ واقعیت اینه که حس درد تو بدن انسان یه موهبت بزرگیه. اگه حس تجسم بکنید اگه حس درد رو نداشت انسان چه اتفاقی می افتاد؟ خیلی اختلالات یا مشکلات سختی به وجود می اومد و انسان در مراحل انتهایی متوجهش می شد. بنابراین الان حس درد یک حسیه که انسان با یه سیگنال اولیه هستش که با ایجاد اختلال در بدنش متوجه اون مشکل میشه و دنبالش رو میگیره، مراجعه میکنه، پیگیری میکنه. بنابراین الان توی ناهنجاری ها هم وقتی که اختلال ایجاد بشه در شکل ستون فقرات یا دچار مشکلی بشه، درد اولین علامتی که دیده میشه. حالا بستگی داره که آیا این مشکل کجا باشه، گردن باشه، کمر باشه یا هر جایی باشه خودش رو به شکل درد نشون میده. بعد عرض کردم توی اول بحث که وقتی که ایستایی بدن حفظ میشه با حداقل انرژی، حالا فرض بفهمین که الان ما اومدیم دچار یک انحراف در ستون فقرات شدیم. بدن برای حفظ تعادلش باید انرژی خیلی زیادی صرف بکنه که اون نقیصه رو پر بکنه. در نتیجه خستگی میتونه جزء علائم بعدی باشه که انسان متوجهش میشه. حالا با درگیری خانم دکتر توضیح دادن که وقتی فورامن‌های عصبی درگیر میشن یا بافت‌های عصبی درگیر میشن، حتما اینجا یا ما اعصاب حسی داریم یا حرکتی داریم. اگه اعصاب حسی درگیر بشن خب به طب انسان دچار چی؟ احساس بی‌حسی یا گزگز میکنه تو اون مسیری که درگیر هست. حالا اگه اعصاب موتور درگیر بشن اختلال حرکتی پیش میاد. بعد از علل دیگه ضعف عضلانی باز هم به خاطر محدودیت هایی که وجود داره و نهایتاً تغییر شکل در ستون فقرات که وقتی که شما فرض بفهمید فردی دچار اسکولیوز بشه در پلن کرونالی ستون فقرات به یک طرف خم بشه، خب به طب ما تو معاینه هم کاملا مشهود میشه که والدین مراجعه میکنن میگن آقای دکتر ما اخیراً احساس کردیم در دخترمون یا پسرمون که وقتی وامیسته یه شونش بالاتر از شونه دیگه‌ش هستش یا اینکه لگنش یک طرفه کج شده. خب اینا به خاطر چیه؟ به خاطر همون ناهنجاری که توی ستون فقراتش پیش اومد.
مشکلات تنفسی می‌بینید دوستان در مراحل خیلی شدید پیش میاد. این نیست که ما یه اختلال خفیف داشته باشیم و دچار مشکل تنفسی بشیم. در مورد تشخیص‌ها خانم دکتر مفصل توضیح دادن که ما از لحاظ البته ایمیجینگ تشخیص، خب میدونه اساس هر تشخیصی معاینه دقیقه. ما تو پزشکی بنده با دانشجو هم که کار میکردیم با رزیدنتامون همیشه تأکیدم بر این بود که اگه یک پزشک یک معاینه دقیق انجام بده بالای 80-90% میتونه به تشخیص برسه. بنابراین اساس تشخیص معاینه فیزیکیه. معاینه فیزیکی همونطور که میدونین از نگاه کردن شروع میشه. اینسپکشن، شما اگه یک فردی رو معاینه بکنید دچار اختلال هستش، دچار انحراف ستون فقرات هستش، با یک معاینه ساده ما میبینیم که اون خطی که ستون فقرات قرار میگیره در پشت مریض، این خط در خط وسط نیست، کج شده به یک طرف. با یک اینسپکشن، با یک نگاه خودشون نشون میده. یا بالا پایین بودن شونه ها، لگن، اینا مشخص میشن. بعضی ناهنجاری هستن که هم علائم مشخصه دارن. مثلا چی؟ مثلا در بیماری نوروفیبروماتوزیس که البته تیپ 1 و 2 داره، در تیپ 1ش ما یه لکه های پوستی داریم به شکل کافویلت یا شیر قهوه در پوستشون دیده میشه که اینا ما رو راهنمایی میکنه به چی؟ به یک ناهنجاری که بیماری که نوروفیبروماتوزیس میتونه باعث تغییر شکل بشه، یا یک توموری که میتونه در ستون فقرات باشه و علت انحراف ستون فقرات بشه. یا اینکه مثلا نگاه میکنیم ناحیه باتاک و مریض رو میبینیم که یک دیمپلی هست، اونجا یک فرو رفتگی در پوستش هست، یا یک ناحیه پرمویی هستش در ناحیه بالای باسن و این ما رو راهنمایی میکنه که اینجا حتما یه خبری هست. اینجا چیه؟ یه دونه ناهنجاری در ستون فقرات هست، یه درماسینوسی هست که چی شده؟ ارتباط داره با داخل ستون فقرات. میتونه یکی از علل چی باشه؟ تترد کورد سیندروم باشه. یعنی اینکه چی؟ یعنی نخاع به جای اینکه در بعد از مثلا تولد کشیده بشه بره در لول L1 قرار بگیره، پایینتر چسبیده به خاطر یه به علت یا توسط یک بندل های فیبروی چسبیده به ناحیه ساکرال و نتونسته خودشو بالا بکشه. این همیشه تحت خطر، یعنی احتمال خطر در اثر کشیدگی نخاع و آسیب عصبی براش وجود داره. بنابراین با این توضیحات میخواستم اهمیت معاینه رو چیکار کنم خدمتتون توضیح بدم. بس معاینه فیزیکی خیلی مهمه. بعد از اینکه معاینه فیزیکی ما انجام دادیم میایم چی؟ بهترین مدالیته از ایام قدیم بعد از کشف رنتگن، اشعه ایکس، رادیوگرافی قدم اول برای تشخیص هستش. یعنی تشخیص بعد از معاینه فیزیکی ما درخواست میکنیم که رادیوگرافی انجام بشه. ما حتی تو کتابامون، تو امتحانایی که در دوران تخصص فوق تخصص از ما میگرفتن، عمدن اساتید ما از ما سوال میکردن که آقای دکتر مریضی اومده با اسپوندیلیت انکیلوزان، با اسکولیوز، با کایفوز، اولین اقدام تشخیصی بعد از معاینه چیه؟ اگه میگفتیم MRI رد بودیم. یعنی اصلا امکان نداره که ما قبل از انجام ایکس ری یا رادیوگرافی بلافاصله بریم سراغ چی؟ MRI یا CT اسکن. بس بنابراین رادیوگرافی اساس تشخیصی هستش، مخصوصا در انحراف ستون فقرات. CT اسکن البته اینا رو من دست پس میدم خدمت خانم دکتر رسولی که اینا رو توضیح دادن. میدونی که هر جا ما مشکل اسکلتی یا استخوانی داشته باشیم بعد از ایکس ری CT اسکن هستش. یعنی MRI هیچ وقت مشکل ستون یعنی استخوان رو به اندازه CT اسکن نمیتونه به ما نشون بده. غیر از البته مواردی هست مثلا استومیلیت، عفونت‌ها یا درگیری بون مرو که اون موقع MRI بیشتر از CT اسکن کمک کننده هستش.
بعد ام‌آرآی معمولا در تشخیص بافت نرم، نخاع، اعصاب، عضله و لیگامان ها بیشتر از سی تی اسکن به ما کمک میکنه که بتونیم پیگیری بکنیم. یه مختصری در از روش‌های درمانی رو توضیح میدم، بعد کیس‌های مختلفی از خدمتتون توضیح خواهم داد. میدونید از روش‌های درمانی بنده بارها توی مصاحبه‌هام توی تلویزیون یا رادیو یا جاهای مختلف سوال میکنن که آقای دکتر ما الان دچار دیسک کمر شدیم چی کار بکنیم؟ نگاه کنی هیچ وقت بنده در کلینیک در مطبم سلیقه‌ام بر اینه، حتی با مشکلات شدیدم بلافاصله ما جراحی رو توصیه نمی کنیم. در 90-95% موارد، حتی در موارد پارگی دیسک، ما توصیه می کنیم که از درمان‌های غیر جراحی استفاده بکنیم. درمان غیر جراحی چیه؟ درمان غیر جراحی اصلاح وضعیت ایستایی، وضعیت استراحت، یعنی لایف استایل. منظورم کلی بگم، اگه لایف استایلمون رو باید اصلاح بکنیم. اگه لایف استایل اصلاح بشه، با حرکات کششی، نرمشی، خیلی از اختلالات خفیف چی میشه؟ برطرف میشه. بعد وقتی که لایف استایل اصلاح شد، درمان‌های دارویی که ما به مریضامون میدیم معمولا یک ضد التهاب، حالا از استامینوفن شروع میشه تا انسیدها، مثلا دیکلوفناک، نمیدونم پیروکسیکام یا ایبوبروفن، اینا که داروهای ضد التهابی غیر استیروئیدی هستن. اینا میتونن خیلی از مشکلات رو کنترل بکنن. حالا در مراحل بعدی وقتی که دیدیم از اینا نتونستیم جواب بگیریم، میریم سراغ چی؟ سراغ از کنم خدمتتون که کورتیکوستروئیدها که کورتون هستش، حالا به شکل متیل پردنیزولون، دگزامتازون، اینا که اینا مراحلی که البته همه جا کاربرد ندارن که متاسفانه الان زیاد استفاده میشه، ولی وقتی که التهابی هستش که زمینه یه جورای روماتیسمال داره، مثلا روماتوید آرتریت، اسئلی یا اسپوندیلیت انکیلوزان، شاید اونجا بیشتر کورتیکوستروئید نیاز داشته باشه، ولی همه جا دارو به شکل چیز نیست، کورتیکوستروئید نیستش. و اما موضوعی که امروز هم از دوستان خیلی میدونم که در جمع ما حضور دارن، افرادی هستن که رشته تربیت بدنی رو حالا طی کردن یا تحصیلاتشون بوده، زمینه تحصیلاتشون، و ما تأکیدمون این هستش که از حرکات اصلاحی بیشتر استفاده بکنیم، که فیزیوتراپی هم شروع به قول معروف تقویت عضلانی هستش که ما معمولاً توصیه میکنیم مریضامون حتما از فیزیوتراپی بهره ببرن که مدالیته های مختلفی داره، از منوال تراپی هستش تا به قول معروف گرما درمانی به شکل اشعه مادون قرمز، اولتراسوند یا تنس. اینا مدالیته های مختلف فیزیوتراپی هستن، ولی امروزا بنده خیلی با دوستان زیادی برخورد میکنم که کلینیک های حرکات اصلاحی باز کردن و خیلی کمک کننده هستش، مخصوصا در انحرافات یا ناهنجاری ها ستون فقرات. حرکات اصلاحی نقش بسزایی داره، به خاطر اینکه اون مشکلی که پیش اومده ما اون رو میتونیم با حرکات اصلاحی، با نرمش ها و تقویت عضلانی که به شکل کششی باشه، تقویتی باشه، میتونه اون ناهنجاری رو به هر حال به اون نقطه‌ای که مد نظر ما هستش برگردونه و انسان رو به زندگی نرمالش برگردونه. بنابراین فیزیوتراپی نقش بسزایی داره. دوستان وقتی که من اول بحث که آناتومی ستون فقرات رو خدمتتون گفتم، اونجا فراموش کردم نقش عضلات رو بیشتر تاکید بکنم. میدونیم وقتی که ما یه اسکلتی داشته باشیم، اگه عضله قوی برای نگهداری این اسکلت نداشته باشیم، اون اسکلت نقشش رو نمیتونه به خوبی انجام بده.
بنابراین عضلات ساپورتیو، چه اونهایی که به شکل عضلات اسپاینال هستن، پاراورتبرال هستن، در ناحیه گردن، کمر، پشت، چه اینها و چه عضلاتی که کمک میکنن مثل عضلات شکمی، اینا اگه نباشه، نقششون رو درست انجام ندن، خب به طب ستون فقرات نمیتونه نقشش رو به خوبی انجام بده. و یه وظیفه دیگه هم که ستون فقرات داشت چی بود؟ ساپورت یا حمایت از بافت عصبی بود که در کانال نخاع، خود نخاع و عصب‌هایی که از نخاع جدا میشن، این عصب‌ها وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینرویشن عضلاته. اگه یه عضله‌ای اینرو نشه، عصبگیری خوبی نداشته باشه، نمیتونه وظیفه‌شو درست انجام بده. پس همه اینا لازم ملزوم همدیگه هستن. بنابراین اگه ما عرض کنم خدمتتون که ورزش مرتب، نرمش مرتب، حرکات ورزشی داشته باشیم و نهایتاً اولا دچار مشکل نمیشیم، بعد دچار مشکل شدیم، با حرکات اصلاحی میتونیم تا حد زیادی اون نقیصه رو پر بکنیم. خب یه موقع هستش مریض ما میاد، بعدش ایکس ری میگیره، سی تی اسکن میگیره، مشکلش تشخیص داده میشه. ما توصیه میکنیم که در مراحل اولیه، در مراحلی که خفیف یا متوسط هستش، از یه بریسی استفاده بکنه. بریس انواع مختلف داره، حالتهای مختلف، بیماریهای مختلف، دوره‌های مختلفی تجویز میشه. مثلا ما در موارد دیسکوپاتی ها در ناحیه گردن یا کمر هیچ وقت توصیه نمی کنیم که یک فرد بیش از 72 ساعت بریس استفاده بکنه. ولی وقتی که فردی دچار اسکولیوز یا دفورمیتی هست، اونجا توصیه می کنیم که فرد 2 سال، 3 سال، روزه 16 ساعت، 18 ساعت بریس استفاده بکنه. بس موارد استفاده از بریس هم متفاوته. حتما باید با تجویز پزشک معالج باشه که بتونه اون وظیفه لازم رو انجام بده. خب از شایع‌ترین ناهنجاری‌های ستون فقرات من مختصری در مورد اسکولیوز خدمتتون توضیح میدم. اسکولیوز متاسفانه در جامعه شایع هستش، همونطور که عرض کردم مخصوصا در نوجوانان بیشتر ایدیوپاتی که علت شناخته شده دقیقی نداره، ولی اگه به موقع تشخیص داده بشه و از کنم خدمتتون اصلاح بشه، میتونه پیشگیری بکنه از پیشرفتش و بهبود کیفیت زندگی رو میتونه به انسان برگردونه. میدونید ما اگه بیایم مثلا بگیم که الان خیلی تو مطب به بنده مراجعه میکنن، خانواده ها میگن که آقای دکتر بچه ما یا فرزند ما دچار اسکولیوز هست، چی کار بکنیم؟ خیلی وقت هم همکارای دیگه نامه می نویسن، معرفی میکنن، ولی واقعیت اینه که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همچین مشکل شدیدی هم نیست. علتش اینه که اگه تقسیم بندی اسکولیوز را ما بدونیم، معمولاً تا 20 درجه هیچ اقدام خاصی برای اسکولیوز لازم نیست، غیر از این که ما لایف استایل رو اصلاح بکنیم، حرکات ورزشی کششی بدیم و بگیم که نه چجوری بخوابه، چجوری راه بره، چجوری ورزش بکنه. و خیلی از مواقع 10 الی 25 درجه این حتی بریس هم لازم نداره. پس بنابراین جای نگرانی نیست. خیلی وقتا تو همین رنجه، اونایی که مراجعه میکنن خیلی سراسیمه تو همین رنجن، یعنی بین 10 الی 20 درجه مراجعه میکنن و به هر حال با یه اطمینان بخشی ما به اینا میگیم چی؟ نگران موضوع نباشن و قابل اصلاحه و آرامش میدیم و برمیگردم. ولی حتما باید پیگیری بشه. این نکته که باید اشاره بکنم، پیگیری باید بشه. هر دوره‌های 6 ماهه باید مراجعه بکنن، ویزیت بشن و اگه لازم باشه ایکس ری بگیرن و تحت کنترل باشن. حالا اومدیم اسکولیوز متوسط شد، یعنی از یه مرحله بیشتره، از 25 درجه تا 40 درجه بود چیکار بکنیم. اینجاست که نقش بریس خودش نشون میده.
ما برس میدیم، میگیم که حتما این برس رو ببندن، حتی اگه شد شبان ببندن که یه به قول من بوستر ویو میگیریم، اون قسمتی که برجسته هست زیرش یه وسیله میذاریم، برعکس مریض بخوابه عکس بگیره که ببینیم اصلا این اسکولیوز واقعا استراکچراله یا نان استراکچراله. بعضی موقع عرض کردم مریض به خاطر یه دردی که داره خودشو کج میکنه و به شکل اسکولیوز ریپورت میشه. یعنی اگه اون مشکل زمینی رو بشناسیم ما اون موقع متوجه میشیم که آیا این اسکولیوز مریض وضعیتیه یا این که نه واقعا چی هستش، اشکال ساختاریه. اگه اشکال ساختاری بود اونجاست که اون میزانی که ساختاری ما مداخله میکنیم و اونو درمانش میکنیم. بعدش ولی وقتی که از 40 درجه بیشتر شد اون موقع دیگه بایستی بریم سراغ چی؟ 40-45 درجه. اون موقع دیگه درمان جراحی اگه نتونستیم از درمانهای به قول معروف محافظتی یا برس نتیجه بگیریم میریم دنبال درمان چی؟ جراحی. توی جراحی هم معمولا اسکولیوز باز تقسیم بندی های مختلفی داره. ما حتما بلافاصله پیشنهاد جراحی نمیدیم، بررسی دقیق تر انجام میدیم و از کنم خدمتتون که تصمیم دقیق رو میگیریم بعد درمانش میکنیم. من یه چند تا کیس خدمتتون نشون میدم بعد در مورد تقسیم بندی اسکولیوز با هم صحبت میکنیم. این کیس هایی که گذاشتم اینجا کیس های خودمه، یعنی اینا رو خودم انجام دادم و عملاشون انجام دادم. ویدیو مثل این که صدا مفهوم هست؟ نیست؟ هست؟ صدا شما میشنوین؟ جایی پخش میشه؟ پخش نمیشه فکر کنم صدا. اینجا من میشنوم ولی ظاهرا لپتاپ ساس آز داره بوی پلاستیک. کمر همونطور که می‌بینید تغییرات شدید خب اول میجده بالله فقرات لومبارشون هستن. همونطور که مریضمون خانم 57 ساله هستن که شرایط کارشون دچار تغییرات شدید هم تو ناحیه کمر و هم تو ناحیه زانوها شدن، ولی از اونجایی که به هر حال برای اعمال زانوها تعویض مفصل زانو ابتدا باید مشکلات ستون فقرات برطرف شه. همکاران ارتوپدی مریض ریفر کردن که ما اول مشکل اسپانش رو برطرف بکنیم بعد دنبال درمان زانوهاش. تو ناحیه کمر همونطور که می‌بینید دچار تغییرات شدید دژنراتیو در ستون فقرات لومبارشون هستن. همونطور که می‌بینید اینجا تغییرات مودیک چنج بسیار شدید، اسپوندیلودیسکیزیس و دیسکرینیشن، کانال استنوزیس، یعنی همه مشکلات رو با هم دارن. حتی اسکولیوز دژنراتیو هم دارن. اینجا می‌بینید ادم بسیار شدید متضاد A1 و اسکولیوزی که اینجا نشون دادم خدمتتون، این اسکولیوز دژنراتیوی که به ناحیه لومبار مشاهده می‌کنیم و باعث شده که مریضمون بنا به گفته خودش تو سرپا ایستادن مشکل داره، یعنی که میگه وقتی سرپا می‌ایستم 2 دقیقه بعد باید بشینم. بنابراین همش به خاطر جنریشنی که اینجا اتفاق افتاده، تنگی کانال دیسکرینیشن Yardımlayan ısındır podcast'te. الان کاری که ما می‌کنیم اینو هم باید اسکولیوزش رو برطرف کنیم و هم این لیستز و استنوز و هرنیشن دیسک همه اینا رو برطرف می‌کنه تا بره تو استیج بعدی دنبال درمان زانوهاش. با آقای دکتر شوخی کردم
kasaptı. Dediler biri size sınır botları nerede? Maaşını o fener olarak ithal ediyor. Gayet ediyorum. Teşvik buyurun için yorum var mı? Süper seyahat. Bargelere sasıban. سود دیدم انشالله که خسته نشدین ها. ببخشید من بحث اگه مونوتون باشه ببخشید. خب اینا کیس های خودمون هستن برای اینکه کمی استراحت بکنیم. من اینا رو سریع نشون میدم خدمتتون. همونطور که اینجا میبینی اسکولیوزی هستش که عمل کردیم و کاملا اون انحراف ستون و فقرات برطرف شده. بعد این یک کیس دیگه هستش. اون کیس قبلی این ایدیوپاتیکه، ولی این کیس همونطور که میبینین کیس دیجنراتیو یعنی چی؟ یعنی خانم دکتر توضیح دادن، یعنی که در اثر تغییرات به قول دیجنریشن در ستون فقرات اتفاق افتاده. فرد دیسک داشته، هایپرتروفی فسیت‌ها رو داشته، بعدش گودی کمرش، لوردز کمرش کمتر شده، بالانسش به هم خورده و نهایتاً دچار اختلال در ایستادن و راه رفتن شده و همزمان استوپروزیز شدید هم داشته، یعنی پوکی استخوان شدید هم داشته که ما اومدیم ضمن این که ستون هم براش گودی کمر ایجاد کردیم، هم چون پوکی استخوان داشته پیچ‌های مخصوص گذاشتیم پلاتینا که داخلشون سیمان تزریق کردیم. نگاه کنید دوستان، اگه این سیمان تزریق نشه مریض با یه حرکت ناگهانی احتمال داره که اون پلاتینش از جاش در بره و کل عمل اون فایده‌ای که باید مریض می‌برده از بین بره فایدهش. پس اینم اسکولیوز دیژنراتیو بوده. بعدش همونطور که می‌بینین قبل از عمل بعد از عمل، من عکساشو گذاشتم خدمتتون. اون عکسای قبل از عمل، اینا بعد از عمل که چقدر اصلاح شده، اون انحرافاتی که بوده در ستون فقرات اصلاح شده. بعد این یک کیس دیگه هستش و ما میایم سر وقت این که آیا ببینیم که اصلا اسکولیوز با چه مکانیسمی تقسیم بندی میشه، چجوری درمان میشه، که این با توجه به کلاسیفیکیشنی که داره توسط آقای لنکه اتفاق افتاده، یعنی انجام شده. اینو اومدن به تایپ های مختلفی تقسیم بندی کردن و درمان هم بر اساس همینه. از 1 تا 6 تقسیم بندی میشه. بعدش از کنم خدمتتون استراکچرال باشه، نان استراکچرال باشه، تقسیم بندی ها جداگانه است و نهایتاً صرف این که قبلا می اومدن میگفتن آقا یک نفر کج شده، ما دیگه به این میگیم اسکولیوز و درمانش هم همینه. الان این نیست. الان خیلی پیشرفت‌های زیادی اتفاق افتاده در اسکولیوز اومدن، حتما ساجیتالی هم در نظر میگیرن و از کنم خدمتتون زوایای حتی توراسیک هم در نظر میگیریم و بعد تصمیم میگیریم که چجوری عمل بکنیم، با چه پلنی و کجا رو اصلاح بکنیم و به چه زاویه‌ای برسونیم تا بتونیم اون هدفی که می‌خوایم بهش برسیم. این فقط گذاشتم از این جهت که این تقسیم بندی یا کلاسیفیکیشن لنکه رو یه آگاهی داشته باشیم. بعداً اگه سرچ بکنید لنکه کلاسیفیکیشن برای اسکولیوزیس میتونیم ببینیم و البته خیلی سخته این یاد گرفتنش. حتی برای ما پارسال تو شیراز که با رزیدنتامون کار میکردیم، رزیدنتامون اینا رو هفته یه بار میپرسیدیم، هیچ وقت ندیدیم که تا آخر درست توضیح بدن. خب درمان اسکولیوز هم همونطور که عرض کردم خدمتتون دارو هست، بریس هست، فیزیوتراپی و اگه درمان نگرفتیم نهایتاً جراحی خواهد بود. اما بیایم ببینیم که اگه ما اسکولیوز درمان نکردیم چه اتفاقی میفته. میدونین که اگه به موقع درمان بشه، از کردم با حالا چه اصلاح لایف استایل، درمان دارویی، فیزیوتراپی، بریس و نهایتاً جراحی، اگه درمان نشه چه اتفاقی میفته؟ میتونه خیلی مشکلات سختی برای مریضمون به وجود بیاره، مخصوصا اونایی که تایپ 1 و 4 یا
6 باشن. اونایی که توراسیک رو بیشتر درگیر میکنن میتونه باعث مشکلات تنفسی بشه. اون کامپلینس قفسه سینه رو کم میکنه، قلب تحت فشار قرار میگیره. یعنی ما الان مریضای گاهم میبینیم که درمان نشدن موندن، الان فرد ضمن اینکه یک طرف راه میره متاسفانه توی نفس کشیدن هم مشکل داره، ضربان قلبش، فشارش، همه چی به هم ریخته است. الان این فرد اگه بخوایم بیاریم عملش بکنیم، عمل هم عوارض خیلی شدیدی داره. یعنی اگه به مرحله پیشرفته برسه عوارض عمل هم خیلی بالاست. حتی ما که ادعایی نداریم ولی تو مراکز ریفرال درمان اسکولیوزیس هم تو دنیا، حالا تو کشور مثلا ایتالیا یا آلمان و آمریکا اینا هستن، اینا حتی اونا هم با عوارض خیلی زیادی به قول مواجهند. یعنی اون گزارش هایی که میدم میبینم میزان مرگ و میر هم در مراحل شدید خیلی بالاتر هستش. بنابراین ما با تشخیص به موقع، درمان زود هنگام میتونیم از پیشرفت بیماری جلوگیری بکنیم و کیفیت زندگی رو بهبود ببخشیم. و ما ترم بعدی دوستان خسته که نیستین نه؟ ببخشید من نمیدونم اگه صدام اذیتتون نکنه سعی میکنم بحث رو یکم سریعتر جلو ببرم. ترم بعدی کایفوزه. کایفوز دوستان خیلی شایع‌تر از اسکولیوزه، از این لحاظ که حتی بعداً در ادامه بحث توضیح خواهم داد. یه عده از افراد هستن قد بلندن، یا افرادی هستن خجالتی هن، اینا همیشه شونه هاشون رو پایین میندازه اینجوری نگاه میکنن، یه جوری که به پوزیشنال کایفوزیز میگیرن. بعد یه مدتی میبینی عضلات سرشونه هاشون لاغر میشه و حالت گوش پشتی پیدا میکنن که ما به این میگیم کایفوز. کایفوز هم مثل اسکولیوز تقسیم بندی های مختلفی داره، درجه خفیف، متوسط، شدید داره و میتونه مشکل ساز باشه. مخصوصا الان مثلا ما خودمون تو خانواده ها هم درگیریم دیگه. ما باید هر روز به دخترم بگم وقت درس میخونی زیاد سرت پایین ننداز، یا گوشی نگاه میکنی زیاد. اینا میدونید به تدریج عضلات خسته میشن، ضعیف میشن و اون دیگه قدرت ایستایی چی میشه؟ از بین میره. یعنی دیگه ستون فقرات نمیتونه اون حالت شکل نرمال خودش رو حفظ بکنه. یه دونه پدیده دیگه هم که ما داریم در انحرافات اینه که وقتی یه قسمتی دچار مشکل میشه، جاهای قسمت‌های دیگه ستون فقرات میان اونو جبران میکنن. چه اتفاقی میفته؟ وقتی که انسان گوش پشت میشه، کایفوز میگیره، خب عرض کردم گردنش میره بالا، یعنی یه هایپرلوردوزیس پیدا میکنه ناحیه گردن، یا کمرش دچار هایپرلوردوزیس میشه. یا اگه مثلا خیلی پیشرفت بکنه میبینید طرف برای اینکه این کمرش اشکالش برطرف بشه، تو افراد مسن حتما دیدین در اطرافیان میبینین که فرد یه حالت اینجوری زانوها هم یواش یواش میاد جلو. برای چی؟ برای ایجاد باز اون تعادل در ایستادن و حفظ گیز هورزنتالش. بنابراین اگه یه جای مشکل پیدا کرد، یه قسمتی از بدن مشکل پیدا کرد، مخصوصا در ناحیه اسپاین، ما نباید ساده از کنارش رد بشیم، باید حتما توجه بشه و به موقع درمان بشه. حالا کایفوز هم مثل اسکولیوزه، یعنی اگه ما مثلا تا 45 درجه در ناحیه توراسیک کایفوز داشتیم، خب میتونیم با اصلاح لایف استایل، با حرکات کششی ورزشی، من خیلی تاکید میکنم روی شنا. معمولا تاکید میکنم برای خانواده ها که حتما حداقل تو ایام تابستان که مدرسه ها تعطیلن بچه ها رو ببرن شنا، چون واقعا ورزشی که تمام عضلات بدن رو به طور یک نواخت تقویت میکنه. میتونیم خیلی از این تغییرات رو با ورزش چیکار بکنیم؟ اصلاح بکنیم. ولی وقتی که کایفوز از 50 درجه بیشتر شد دیگه سخت میشه. اونجا هستش که مجبوریم دخالت بیشتری بکنیم و اگه لازم شد عمل جراحی براش انجام بدیم، ولی تا 50 درجه هیچ جراحی نیاز نداریم. یک کایفوز ژنتیکی که هستش به نام
کایفوز شوئرمن. تو اینجا معمولا تو کایفوز شوئرمن زمینه ژنتیکی داریم. معمولا بیش از یعنی حدود 3 تا از مهره قسمت قدامشون کمتر رشد کرده، قسمت پشتیشون بیشتر رشد میکنه و باعث کایفوز میشه که اینو حتما به موقع تشخیص بدیم، میتونیم جلوگیری بکنیم از پیشرفتش و از کنم خدمتتون دیگه کار به عملینا نکشه. کایفوز وضعیتی رو خدمتتون عرض کردم، مخصوصا در دانش آموزا و کارمندا و هممون. ما که جراح هستیم بیشتر از همه تحت به قول ریسک هستیم. همکارانمون تو دندان پزشکا بیشتر درگیرن. افراد مختلف ما می‌بینیم تو خیاطا، آرایشگرا همه درگیرن به نوعی. یه عده بیماری هستن که کایفوز رو خیلی تشدید میکنن. عرض کردم تو بحثا که سل مهره جز بیماری هایی که از قدیم الایام در ایران بوده و الان خیلی کمتر شده، ولی سل میتونه باعث کایفوز بشه. هر گونه عفونت های دیگه. ما همین بعد از همین کرونا، بعد کرونا من کیسایی داشتم که می اومدن مریض اصلا کایفوز پیدا میکرد، بعد دچار متاسفانه بیماریشون پیشرفت میکرد و دچار فلج پاها میشدن. با چه تشخیصی خانم دکتر؟ با تشخیص اسپوندیلیت عفونی. اصلا این چجوری با چه مکانیسمی کرونا باعث التهاب شدید یا عفونت ستون مهره‌های ناحیه توراسیک میشد و نخاع رو آزرده میکرد، اذیت میکرد و باعث فلج میشد. ما کیس هایی داشتیم، حداقل بنده 5-6 مورد داشتم و جوابی نگرفتیم که با چه مکانیسمی، چون کرونا که ویروسی بود ولی چطور بود اینجا میکروب یعنی عفونت سوار میشد روی مهره و باعث ایجاد این مشکلات میشد. عرض کردم بعد از بیماری های دیگه‌ای که باعث میشن، از بیماری های التهابی هست، تومورها هستن و همه اینا میتونن باعث خم شدن ستون فقرات به قدام بشن و باعث ایجاد کایفوز بشه. از علامت شایش که با یه نگاه آدم میتونه ببینه، میبینین که والا مثال بزنم، من یه بار ما یه سرپرستاری داشتیم، من بیمارستان امام خمینی همونجا دانشگاه بودم. گفت آقای دکتر یه سوال از شما دارم. گفتم بفرمایید. گفت چطوریه شما وقتی راه میری صاف راه میری، ولی این همکارتون راه میره همیشه اینجوری راه میره، همیشه کمرش پایین. خب نگاه کنی هیچ دلیل دیگه چیزی نداشت که غیر عادی نداشت. تنها دلیلش این بود که بنده وقتی کار میکنم یا حداقل ورزشی میکنم، بعدم که سعی میکنم خودم و بدنم صاف نگه دارم، ولی این همکارمون همیشه سرش پایینه. یا تو عملهای جراحی من خیلی میبینم، چه تو شیراز چه اینجا، من میبینم که بعضیا وقتی عمل میکنن اینجوری عمل میکنن، یعنی کمر کاملا. خب وقتی شما میتونه صاف وایستی مریض تو بالاتر ببری، چرا باید اینقدر خودتو خم بکنی که به مرور عضلات تحلیل برن و دچار چی بشی؟ دچار گوشپشتی بشی. خب اینا همشون ضعف‌ها باعث خستگی میتونن بشن. بعدش حالا مشکلات تنفسی در مراحل خیلی پیشرفته است و تغییر از ظاهر هم که به هر حال یه نکته‌ای که اونجا نوشته بودم باعث کاهش اعتماد به نفس انسان میشه. هر بیماری، هر مشکلی، هر ناهنجاری در بدن انسان پیش بیاد، خب یکی از عوارض شایعش کاهش اعتماد به نفسه که میتونه در لایف استایلش، در زندگیش تاثیرگذار باشه. این کیس رو میبینین بچه‌ها، این دوستان، این یه پسر، آقا پسری بود، ما تو شیراز عملش کردیم، 14 سالش بود و کاملا کایفوز خیلی شدید، یعنی شما میتونین 90 درجه رو ببینین اینجا، خیلی شدید خم شده. این شوئرمن بود، کایفوز شوئرمن که ما عملش کردیم و بعد از عمل این شکل رو براش دادیم و کاملا میبینین که به حالت طبیعی برگشت. دلیل شوئرمن مادرزادیش. بله.
یا اینجا همونطور که اشاره کردم در بحث علل انحرافات شما می‌بینید اینجا این مهره هایی که زمان جنینی باید درست جدا می‌شدن از همدیگه مثل اینا جدا نشدن. 3 تا مهره چسبیده به همدیگه موندن و باعث شده که ستون فقرات به شکل خمیده در بیاد. یک کایفوز کانجنیتاله و بعد از عمل این ما عملش کردیم و البته اینا هر دوتا قبل از عملن، این بعد از عمله که عکس نیمرخش رو مثل این که نذاشتیم، ولی کاملا این اصلاح شد با استوتومی‌های مختلف و برگشت به حالت اولیه. تشخیص رو با معاینه فیزیکی، رادیوگرافی و سی تی اسکن ام‌آرآی ما حتما انجام میدیم. یکی از دلایلی که ما تاکید میکنیم که هم رادیوگرافی هم سی تی اسکن هم ام‌آرآی انجام بشه، دلیلش اینه که خانم دکتر بهتر از بنده میدونن که یه مشکلاتی هستش که اینجا اختلال در شکل ستون فقرات نیست، بلکه در داخل کانال نخاع. مثل چی؟ همونطور که مثال زدم در سندروم تترتکورد یا در بیماری دیاستاماتومیلیا، یک تیغه استخوانی یا لیگامانی داخل کانال هست. این نمیذاره نخاع درست رشد بکنه، کشیده بشه. در نتیجه برای اینکه نخاع رشد بکنه به مرور میبینه ستون فقرات کج میکنه. ما برای اینکه مارک ایدیوپاتیک نزنیم به مریض باید حتما رولات بکنیم که از این مشکلات ناهنجاری ماده‌زادی توی ستون فقرات نباشه. اگه باشه خدای نکرده ما بدون توجه، بدون تشخیص دقیق این مشکل بیایم مریض رو عمل بکنیم. میدونیم وقتی که ما مریض عمل میکنیم مریض رو حین عمل میکشیم که اون انحراف صافش بکنیم. با یه دونه از کشیدن ساده مریض فلج میشه. تمام. نگاه بکنید شما، ما اهمیت ندادیم یا اصلا فکرشو نکردیم، نرفتیم سراغش، تشخیص ندادیم، حالا میایم ثواب بکنیم کباب میشیم. مریض بعد از عمل میبینیم فلج شد، حالا بیا عذاب وجدان یه طرف، پاسخ به والدین یا همراه یه طرف و خود اون مریض هم که از همه مهمتر. بنابراین این خیلی مهمه که ما بررسیمون کامل باشه. ما توی بحث ستون فقرات هیچ وقت ناحیه رو در نظر نمیگیریم. نمیگیم این مریض فقط ناحیه کمرش مشکل داره. بنده الان به یه مرحله رسیدم میگم اگه مریضمو تصمیم میگیرم عمل بکنم حتما بایستی فول اسپان، خانم دکتر فول اسپان باید بررسی بشه. یعنی از جمجمه تا پلویسش باید چی؟ بررسی بشه، بالانسش محاسبه بشه، زوایاش مشخص بشه، بعد پلن درمانی پرآب باید ریخته بشه و انجام بشه. اگه یه معماری بخواد یه خونه ای رو درست بکنه، اگه نقشه راه نداشته باشه، نقشه ساختمان، نقشه اجرایی نداشته باشه، مطمئناً یه جا به مشکل برمیخوره. داستان ما هم همینه. اگه قبل از عمل اون پلن درمانیمون درست نباشه، مطمئناً بعد از عمل حداقلش اینه که مریض میاد میگه خوب نشدم. منم اصرار بکنم نه من تو رو خوب عمل کردم. میدونی عمل کردن هر جراحی عمل میکنه، هر پزشکی درمان میکنه. چرا یکی درمانش موفقه یکی ناموفقه؟ این پلنینگ پرآب قبل از عمل بسیار بسیار حیاتیه. بنابراین اگه یک پزشکی میخواد موفق بشه باید با دید باز مریضشو ببینه، عینک تخصص خودشو نزنه، پلنینگ درست داشته باشه، بررسی درست داشته باشه و درمان اصولی علمی بروز انجام بده. ما همکار داریم تو همین شهر ارومیه 20 سال یک کنگره هم نرفته. حالا میاد میگه که مثلا ببخشید فلان همکار که اومده شاگرد منه، هیچی بلد نیست، من خیلی بلدم. هیچ اشکالی نداره، قدم پیشکسوت‌ها رو چشم ما، ولی علم باید آپدیت بشه. علم این نیست که مثلا شما مثلا چرا مثل کتاب‌های رفرنس هر 4 سال یه بار باز چاپ میکنن، ادیشنشون عوض میشه؟ چرا؟
خاطر اینکه علم داینامیکه، هر روز پیشرفت میکنه. اگه امروز من مقاله نخونم مطمئن باشین سال بعد افت میکنم. پس بنابراین اگه فرض مثال خودم رو میزنم، ببخشید، این اگه از زندگی میزنی، از درآمد میزنی، از همه چی میزنی، میری 2 سال دوره فوق تخصص میبینی، برای اینه که بتونی بروز باشی، بتونی خدمات بروز انجام بدی، وگرنه علم کهنه میشه. واقعیت اینه که انسان بعد چند سال احساس میکنه که دچار روزمرگی شده، که این بدترین حالته. بنده یه خصلتی که دارم اینه که یه جا بند نمیشم. یه روز لندنم، یه روز آلمانم، یه روز نمیدونم یه کشور دیگه، کانادا، این ور اون ور. به خاطر چی؟ به خاطر فقط طی این دوره ها. این دوره بیشترین رضایتی که میده به خودم هست، بعدم به مریضام، بتونم کار بروز انجام بدم. بنابراین الان با افتخار میتونم بگم که کاری که انجام میدم، مطمئناً این کار در ایران شاید مثلا جز کسایی هستم که ادعا بکنم که بهترین کار انجام میدم و خیلی از مریضامون هم میرن. متشکرم. مریضا میرن کشورهای مختلف، آمریکا، کانادا، آلمان، هند، این ور اون ور، یا مریضا که از عراق میان. این کار ما شناسنامه ماست دیگه. وقتی میبرن اونجا بدون استثنا میگن که تحسین کردن، گفتن این کیه که این کار انجام داده. بنابراین باعث افتخاری که انسان بتونه خودش ارتقا بده، حالا به قول معروف به هر زحمتی هم که باشه. خب پیشگیری ها رو گفتیم و ما بتونیم به هر طریقی که امکان داشته باشه بتونیم عضلاتمون رو آماده نگه داریم. ورزش جزء به قول معروف اولویت‌های ما باشه تو زندگیمون که بتونیم عضلات پشت و شکم اینا رو تقویت بکنیم و اون ارگونومی نرمال ستون فقراتمون رو حفظ بکنیم که خدا نکرده دچار مشکل نشیم، و اگه هستیم بتونیم به ساده ترین راه اینو چکار بکنیم؟ اصلاحش بکنیم. درمانام که باز عرض کردم خدمتتون، دیگه خیلی روش تاکید نمی کنم، خیلی تکراری میشه. و اما در مورد ترم بعدی لوردوز هستش. لوردوز یا اون گودی کمر یا گردن که هستش، ما بهش میگیم اصطلاحاً لوردوز، یا اگه بیش از حد باشه غیر طبیعیه. نرمالش که معمولاً در ناحیه گردن 14.5 تا 26.5 درجه نرمال هست، در ناحیه کمر تا 60 درجه لوردوز هم نرمال تلقی میشه. ولی اگه هایپر لوردوزیس باشه، بیش از حد باشه، این دیگه میشه چی؟ ابنرمال یا غیر طبیعی. حتما باید توجه بشه و درمان به موقع، تشخیص به موقع انجام بشه که خدا نکرده از اونجا دچار چی انسان مشکل نشه. خب یه اهمیت دیگه‌ای که داره، من میگم هایپر لوردوزیس به موقع درمان بشه. خب عرض کردم وقتی که یه جایی یه قسمتی دچار گودی بیش از حد میشه، این مکانیسم‌های جبرانی میان چیکار میکنن؟ اون تعادل ستون فقرات رو به هم میزنن. وقتی ما هایپر لوردوزیس داشته باشیم، مطمئناً به دنبالش دچار هایپر کایفوزیس هم میشیم. هایپر کایفوزیس در ناحیه توراسیک با هایپر لوردوزیس گردن همراه میشه و اینا همشون سلسله‌وار میان و کلا انسان دیگه دچار یه سیکل معیوبی میشه که هم اعتماد به نفسش رو از دست میده و هم اون لذت یا کیفیت زندگیش رو از دست میده. خب اینا رو درجاتش رو گفتم خدمتتون. دلایل ایجادش هم که مشخصه، متاسفانه باز وضعیت بدنی نامناسب جزء تاپ لیست. چاقی متاسفانه یکی از دلایلی که هموطنا هم شهری ها وقتی مراجعه میکنن، میبینی که از در اتاق معاینه که وارد میشن میبینی شکم خیلی جلو، متاسفانه اون استایل بدن به هم ریخته. حالا میاد میگه آقا دکتر من چی کار بکنم؟
به نظرتون چیکار باید بکنیم؟ اولین توصیه‌مون اینه عزیزم وزنت کم کن. میگه نمیتونم. خیلی راحت میگه نمیتونم. راستم میگم، واقعا چاق شدن خیلی راحته، لاغر شدن بسیار سخته. و بعضا بیماری‌های همراهی که هستن اینا مستعد میکنن. مثلا من نگاه میکنم میگم مادرم، خواهرم، شما هایپوتیروئیدی داری، تیروئیدت کم کاره. میگه نه من آزمایش دادم چیزی نیست. میگم خب یه آزمایش من میدم، برو. حالا میره میاد میبینه بله هایپوتیروئیدی خیلی شدید داره، توجه نشده. این که میگم متخصص نباید عینک تخصصشو بزنه به چشمش، وقتی فرد وارد میشه اصلا مشخص از قیافش مشکلاتش چیه. میگم سیگار میکشی؟ میگه تفننی، یعنی نمیخواد اعتراف بکنه. آره. یا مریضایی که متاسفانه بیماری‌های روماتیسمال دارن، کورتیکوستیروئید به طور مزمن استفاده میگه من 20 سال پردنیزولون میخورم. خب مشخصه که ایشون دچار استئوپروزیس شدید میشه، پوکی استخوان شدید میشه و چه بسا با یک لیز خوردن پاش یا گیر کردن پاش رو فرش میفته و مهرش میشکنه، لگنش میشکنه. خب اینا باید توجه بشه. این همکار محترم من به عنوان فوق تخصص غدد یا فوق تخصص روماتولوژی وقتی به مریضش پردنیزولون میده باید حتما در کنارش ویتامین دی و کلسیوم و بعدش منیزیم اینا رو هم جبران بکنه. به طور دوره‌ای یک بی ام دی بگیره، بوندانسیتومتری بگیره و اگه مریضش دچار استئوپروزیس میشه به موقع درمان بکنه، وگرنه حتما این عوارض گرفتارش خواهد کرد. من یه مریضی داشتم بیمارستان امام خمینی که بودم، یه آقایی بود ایشون آسم داشت، به خاطر آسمش کورتیکوستیروید میخورد، یعنی پردنیزولون میخورد روزی یه دونه. بعد این خانمش خیلی عذاب وجدان گرفته بود، میگفت آقای دکتر شوهرم گفت من کمردرد دارم، منم رفتم رو پشتش که مثلا با پام فشار بدم، مهرش رو شکونده بود با یه فشار دادن روی پشتش. آره این بیچاره آسم داشت، از این بر مهرش شکسته، آخرش هم فوت کرد. همجا بیمارستان. ببین چه مشکلاتی پیش میاد. همین عذاب وجدانش منم اذیت میکرد. میگفتم بابا تقصیر شما نیست، ولی میگفت نه اگه من مثلا با پا نمیرفتم روش اینجوری نمیشه. خب اینا منظورم یه عوامل پردیسپوزینگ هن، یعنی مستعد کننده هستن. اگه اینا اصلاح نشن میتونن باعث چی بشن؟ معضلاتی بشن که اصلا آدم فکرش هم نمیکنه. علائمش هم که عرض کردم، باز دیگه زیاد وقتتون نگیرم. و اما در مورد تشخیص بازم با همون معاینه شروع میشه، با یک ایکس ری یا سی تی اسکن یا ام آر آی دنبال میشه و درمان‌های لازم میدیم که اگه مریض همکاری بکنه، من همیشه اعتقادم بر اینه که اگه مریض همکاری بکنه ما بالای 90% موفق میشیم در درمان غیر جراحی. ما هیچ وقت جراحی رو در اولویت اول نمیذاریم مگر اینکه از تمام درمان‌های غیر جراحی شکست بخوریم. یعنی از اصلاح لایف استایل، ورزش، فیزیوتراپی، حرکات اصلاحی، شنا، دارو، حتی اینجکشن میفرستیم. همکارایی که به عنوان فلوشیپ پین هستن اینا رو تزریق میکنن و اگه جواب نگرفتیم حداقل هم این دوره باید 6 ماه طول بکشه. 6 ماه باید درمان غیر جراحی به طور اکتیو انجام بشه. اگه نتونستیم جواب بگیریم اون موقع هستش که ما چیکار میکنیم؟ یعنی پیشنهاد جراحی میدیم به مریضمون. خب اینا رو من میذارم که شما اگه مواردی هست که فکر میکنین سوال دارین میتونین بپرسین.
گاهن مریضامون میان میگن آقای دکتر البته این ارتباطی به ناهنجاری ستون فقرات نداره، مربوط به دیسکوپاتی هم هست. میگه که من چجوری مثلا وقتی دیسک دارم یا عمل کردم چجوری میتونم وسیله بردارم، از رو زمین بردارم، مثلا جارو بزنم یا چه میدونم نماز بخونم. اینا رو ما با توجه به هر کیسی سفارش‌ها یا بنده یه دونه نسخه ورزشی چاپ کردم تو مطب دارم، اینو به هر مریضی معمولا به جز نسخه دارویی یه دونه نسخه ورزشی هم میدم که چه حرکاتی رو انجام بده، چه حرکاتی رو انجام نده یا چه ورزشایی رو انجام بده، که به عنوان البته مسئول هیئت پزشکی ورزشی استان این نسخه رو ما به تهران هم فرستادیم و سفارش کردن که اونجا سایر همکاران در استان‌های دیگه هم اگه بتونن این نسخه رو به مریضاشون بدن که بتونیم به قول معروف اون راهنمایی‌های لازم رو در زندگی افراد داشته باشیم. خیلی متشکرم. این یه مختصری بود به هر حال. خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر جنگی عزیز، مطمئنم که استفاده کردید. اگه سوال هست یه توییتر رو بدم که